حمد مخصوص خداوندی است که تمام آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و حمد برای اوست در سرای آخرت و او حکیم و آگاه است. آنچه در زمین فرو می رود و آنچه را از آن برمی آید می داند و آنچه از آسمان نازل می شود و آنچه بر آن بالا می رود و او مهربان و آمرزنده است. کافران گفتند قیامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد. بگو آری به پروردگارم سوگند که به سراغ شما خواهد آمد، خداوندی که از غیب آگاه است و به اندازه سنگینی ذره‌ای در آسمان ها و زمین از علم او دور نخواهد ماند و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر مگر این که در کتابی آشکار ثبت است. کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند پاداش دهد. برای آنان مغفرت و روزی پرارزشی است. و کسانی که سعی در تکذیب آیات ما داشتند و گمان کردند می توانند از حوزه قدرت ما بگریزند، عذابی بد و دردناک خواهند داشت. کسانی که به ایشان علم داده شده می دانند آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است و به راه خداوند عزیز و حمید هدایت می کند. کافران گفتند آیا مردی را به شما نشان دهیم که به شما خبر می دهد هنگامی که مردید و سخت از هم متلاشی شدید بار دیگر آفرینش تازه‌ای خواهید یافت؟ یا او بر خدا دروغ بسته یا به نوعی جنون گرفتار است؟ چنین نیست، بلکه کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند در عذاب و گمراهی دوری هستند و نشانه گمراهی آنها همین انکار شدید است. آیا به آنچه پیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمین قرار دارد نگاه نکردند تا به قدرت خدا بر همه چیز واقف شوند؟ اگر ما بخواهیم آنها را با یک زمین لرزه در زمین فرو میبریم یا قطعه هایی از سنگهای آسمان را بر آنها فرو میریزیم، در این نشانه است بر قدرت خدا برای هر بنده توبه‌کار.